تمام اون جاهایی که شما درک نمیشید، تمام اون جاهایی که شما دارید تلاش میکنید و دیده نمیشید، تمام اون جاهایی که تو خونت رو از صبح تا شب تمیز کردی، شوهرم میاد اصلا نمیفهمه. میگه چی کار کردی؟ مرده یه روز میفهمه. میدونی کی میفهمه؟ موقعی که تو یه هفته نیستی خونه. یه روزی بالاخره همه میفهمن. شما هر چقدر کمتر دنبال تایید شدن باشید، بیشتر تایید میشید، سیاه چاله میشید، یه مرکز ثقلی پیدا میکنید، گراویتیتون انقدر زیاد میشه که همه چیزو میتونید به سمت خودتون جذب کنید. چون آدمایی که دیگه روبروی شما میشینن متوجه میشن که تو نیازی به دیده شدن نداری، نیازی به تایید شدن نداری، نیازی به درک شدن نداری، نیاز نداری. بزرگ شدن شما از اینجا شروع میشه. ظرف شما چی میشه؟ هی تیکه 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 بزرگ میشه، هی بزرگ میشید، کش میایید. خود کائنات شما رو داره کش میده، شما جلوشو میگیرید. دنبال این نباشید کسی درکتون کنه. همه فکر میکنن که درک نمیشن. زنه میگه منو شوهرم درک نمیکنه، بچه میگه منو پدر مادرم درک نمیکنه. بشر باید از این گذر بکنه. ما به این مرحله برسیم که دیگرانو خداوند کمکم کن به جای درک شدن درک کنم. این آدم چرا داره منو فحش میده؟ من که به این بدی نکردم. میشینم درک میکنم رها میشم. نمیتونی با همه بجنگی که. چند نفر میخوای بکشی؟ چند نفر میخوای تنبیه کنی؟ چند نفر رو میخوای بهشون فحش بدی؟ وقتی ما زخم طرد شدگی داریم، این عقده ما فعال میشه. عقده این که چرا من درک نمیشم. اصلا قرار نیست کسی ما رو درک کنه.